برنامه ادامه میدیم. 16 ایون در جهان همچون روزی بین‌المللی انتقال‌های پولی برای خانواده هاست. سازمان ملل متحد میگوید انتقال‌های پولی مهاجران به مهمترین وسیله کاهش فقر در جهان تبدیل یافته است. به اطلاع همین سازمان درآمد 800 میلیون نفر در جهان از حساب پول 200 میلیون مهاجران است که در کشورهای رشد کرده و رو به رشد کار میکنند. تاجیکستان نیز یکی از کشورهایی است که در خارجه بیش از 1 میلیون نفر مهاجر کاری دارد. درآمد هر چهارمین خانواده از حساب انتقال‌های پولی مهاجران میباشد. حالا از همکارم عبدالله اشرف میپرسیم که مهاجران به تاجیکستان چه مقدار پول میفرستند و این پولها برای خانواده ها تا چه حد مهم است. سلام عبدالله. سلام شهلا. پولهای انتقالی مهاجران کاری تاجیک از خارجه یک منبع اساسی درآمد اسعار به تاجیکستان به شمار می رود. بر ضمن درآمد یک بخش بزرگ خانواده ها در تاجیکستان از حساب مهاجرت به دست می آید، چون در کشور جای کار کافی با معاش شایسته نمی رسد. بنابراین اکثریت رو به مهاجرتی کار می‌آورند. بنابر تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی مالی درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب پول‌هایی است که شوهران و یا فرزندان مهاجرشان می‌فرستانند. طبق گزارش آخرین بانک مرکزی روسیه سال 2018 توسط بانک ها به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار مبلغ فرستاده شده است. این مبلغ برابر به 36% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان می باشد. اما روسیه تنها کشوری نیست که مهاجران کاری تاجیک از آنجا به خانواده هایشان پول میفرستند. مهاجران تاجیک از قزاقستان، کشورهای اروپا و هم آمریکا به خانواده هایشان منتظم پول انتقال می دهند. ولی بانک ملی تاجیکستان چند سال این جانب آمار فرستاده مهاجران کاری تاجیک را از خارجه نشر نمی کند و آن را مخفی نگاه می دارد. از این رو می شود گفت که حجم مبلغی که از مهاجران کاری از خارجه به تاجیکستان می آید خیلی بیشتر از آن است که بانک مرکزی روسیه می گوید. بله عبدالله، آیا معلوم است که این مقدار پول‌های هنگفتی که به کشور می آیند اصلا به کجا صرف می شوند؟ البته شاید هر خانواده این مبلغ را موافق خواسته خود با هدف خود صرف می کند، اما باز هم تحقیقات های سازمان های بین المللی نشان می دهند که اکثر خانواده ها در تاجیکستان پول هایی که از حساب مهاجران کاری به دست می آید بیشتر خرج نیازهای روزمره خود، خرید خوراک و لباس می کنند، ولی پسندازی ندارند. از این رو مهاجران وقتی به کشور برمیگردند زود مبلغ های آوردهشان تمام می شود و مجبورند دوباره به مهاجرت روند. از این رو محققان به دولت تاجیکستان مشورت می دهند که تلاش کند قسمی از مبلغ هایی که مهاجران کاری می فرستند به طرح و یا لایحه روانه شود تا فایده به دست آید و مهاجران دیگر باره به مهاجرت نروند. در اکثر موارد پولی که مهاجران تاجیک مثلا در روسیه کار میکنند بر عوض مهنت سنگین و گاه بر عوض جان آنها به دست می آید. تشکر عبدالله برای صحبت.